پس سوال بچه ها آداب داره، خواهش میکنم همه آداب را رعایت کنی، آدابی سوال کردن را رعایت کنی. زمانهای پیش هیچ یک زنگ تلفن رد نمیکردم، همش همه برداشتم پای در پای. اما امروز دیگه عصب ما خراب کردیم، چنان سوالای ابلهانه میتن، چنان سبحان الله یک گپ 3 بار میفهمونیش با همون را مایده کرده با ایسری نو پرسیدن میگیره. ای برادر ممکن تو به حضور باشی، ما وقت نداریم از برای خدا، یا من تو پاییم یا تو پای، و نخواه یک گپ هر یک کلمه‌ش برات بفهمونن 3 بار بگنت با همون سوال ایسری نو بتی. پس آداب سؤال از حضرت جبرئیل علیه السلام با آموزه. حضرت گفت یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، ای حبیب خدا، ای پیغمبر خدا، از اسلام مرا آگاه کن.